ما چون دوستان دیگری هم هستن که با ما مشارکت خواهند کرد، قبل از خداحافظی با شما من دوست دارم یک سوال از شما بپرسم و دوست دارم که این سوال من رو با قلبتون جواب بدید. اگر، یعنی امیدوارم، نمیگم اگر، ان شاء الله همین ما روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملاقات بکنیم، در اولین ملاقات دوست دارید بهشون چه بگید؟ من فکر میکنم که اگر در دنیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینم، شاید که قبض رو باشم از دنیا برم، و اگر در آخرت پیامبر رو ببینم جز دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دیگه هیچ چیزی طلب نخواهد کرد. میدونم سوال من سوال سنگینی بود، سوالی است که حقیقتا برای ما مسلمان ها همه تصور اون لحظه تصوری است که واقعا یک روز این اتفاق میفته. این سوال به خاطر این پرسیدم که اون روز پیش میاد و اون روز میرسه. امیدوارم که اون روزی که میرسه ما در زمره کسانی باشیم که حداقل به همراهش بریم در بهشت، یعنی آخرین دیدارمون نباشه، اولین دیدارمون. برای اولین باش بریم و آخرش نباشه. جانم میشنم. جناب استاد سلیمانی صاحب، یکی از آرزوهای دیرینی من همین بود که من یک مدت در کنار روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشم. و حقیقتا هر وقت دستان خود را بلند کردم که من یک شب رسول الله صلی الله علیه وسلم به خواب ببینم، پس دستا خود پایین کردم و از الله سبحانه تعالی گفتم شاید این بیادبی باشه که من از الله سبحانه تعالی چنین یک طلب بزرگی بکنم. و بیشتر و بیشترتر رنج کمر میده. اگر در دنیا برای مادرمه چنین فاش هایی که به مادر مؤمنان عایشه میدن برای مادرم در دنیا گفته میشد، من شاید خیلی برخوردهای سنگین تری میکردم. ولی اشخاصی که امروز به مادر مؤمنین عایشه صدیقه توهین میکنن، چیزی که من خیلی رنج میده که در حشر فقط همین قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگن که از مادر خود تو چگونه دفاع کردی، تا چی سرحد دفاع کردی. من خیلی شرمندگی ها دارم، به خاطر که من باید همین جان ناقابلی که دارم، من باید فدای صحابه و فدای مادر خود عایشه و فدای دین بگردانم. و باز هم به الله سبحانه تعالی همیر میگم که یا الله پروردگار، جانم تو دادی، وقتی من ایرم در راه تو بدم باز هم چیزی نیست. و به هر حال در صحرای محشر وقتی دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب بشه، خداوند نصیب کنه، و من اولین کاری که بکنم قدمای نازنین رسول الله رو بوسه میزنم و او پاها وقتی بر روی چشمان خود بگذارم و چشمان خود را بر روی او پاها بگذارم و حقیقتا اگر دوباره جان بدم باز هم دیگه آرزو ارمانی نمیمانه. و الله سبحانه و تعالی دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم در حشر و دیدار خود خیلی مهمه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره نصیب بگردانه. واقعا سوالی کردیم که این سوال بسیار برای من سنگین، بسیار واقعا برای من احساسات شما برای من قابل قدر. من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه جناب مولانا. و شما بینندگان عزیز هم یک سوالم برای شما دارم و پیام بفرستید و پیامک بفرستید و دوست دارم که اگر بخواید
یک جمله بنویسید برای پیامبرتون. چی می‌نویسید؟ بنویسید بفرستید برامون. منتظر پیام‌های شما هستیم. من تشکر میکنم از حضور شما جناب مولانا. صحبت پایینتون با بینندگان عزیز میشنوم و باز با دیگر اساتید سلامت باشیم. من از جناب استاد سلیمانی عزیز و گرامی تشکری میکنم، از جناب استاد بزرگوار جناب استاد انصاری صاحب و از همه بینندگان عزیز و گرامی. فقط پیام آخرین من برای همه شما عزیزانی که در این لحظه صدای بر میشنویم، یک درخواست از شما دارم. شب جمعه مبارک هست، زیاد نمیگم. هر کدام شما خواهر و برادر، هر کدام شما فقط 11 درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم بفرستید. امشب الله سبحانه و تعالی شفاعت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را در حشر نصیب همه ما و شما بگرداند. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء من إشراقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.